الان دیگه همه گوشی دارن، ولی 90%تون ترفندها و کلیدهای مخفیشو بلد نیستید. بیا تا بهت بگم چه چیزایی ازت مخفی کردن. مطمئنم آخر این ویدیو میگی چرا از اول نمیدونستم. برو داخل تنظیمات گزینه ویژگی‌های پیشرفته رو انتخاب کن. اینجا یه گزینه هست به نام حرکات و اشاره ها. وقتی این صفحه رو باز کنی کلی ترفند جالب اینجاست. اولیش برای بیدار شدن بالا ببریده. اینو فعال کنید، هر زمان گوشی رو بگیری دستت صفحه نمایش خودکار روشن میشه. دومی و سومی 2 ضربه برای روشن شدن و خاموش شدنه. به جای اینکه از کلید پاور استفاده کنی فقط کافیه 2 ضربه روی صفحه نمایشت بزنه. و چهارمی که جالب تره اینه که صفحه نمایش هنگام مشاهده روشن بماند. اگه این گزینه رو فعال کنید، گوشی با دوربین سلفی تشخیص میده که شما تا وقتی به صفحه نمایش نگاه کنید خاموش نمیشه. اگه گوشیتون هنگ کرده و یا سرعتش خیلی پایینه، دیگه بلافاصله نرید و فلش بزنید، تمام اطلاعات داخل گوشیتون رو پاک کنید. فقط این کدی که بهت میگم و بزن: *9920#. از صفحه‌ای که باز میشه گزینه 4 رو بزنید و اوکی کنید. گوشی رو خاموش روشن کنید تا مشکلتون حل بشه. باتری گوشی سامسونگ زود به زود خالی میشه چون 3 گزینه تو تنظیمات هست که خاموششون نکردی و باعث خالی شدن سریع باتری گوشی میشه. اولیش داخل تنظیمات گوشی برید و وارد بخش اتصالات بشید و بعد بیاید پایینتر وارد تنظیمات اتصال بیشتر بشید و این اسکن دستگاه‌های نزدیک رو خاموش کنید. گوشی شما لازم نیست همیشه دنبال ساعت و دستگاه‌های نزدیک بگرده. این باعث کم شدن سریع باتری میشه. زمانی که لازمش داشتید میتونید روشنش کنید. دومیش، بیاید به بخش صفحه نمایش و گزینه روشنایی تطبیقی رو خاموش کنید. این گزینه اگه روشن باشه دائما در طول روز صفحه نمایش شما نور و کم و زیاد میکنه و به باتری گوشی صدمه وارد میکنه. سومیش، از تنظیمات بیاید پایین و به قسمت تنظیم حریم خصوصی و بعد باز بیاید پایین تر. اینجا گزینه حریم خصوصی بیشتر رو انتخاب کنید و تیک ارسال اطلاعات بیابی رو خاموش کنید. این گزینه برای اینه که شما هر کاری با گوشیتون انجام میدید اینو به سرورهای سامسونگ از طریق اینترنت میفرسته. این تیکو خاموش کنید چون اصلا نیازی به همچین کاری نیست. حالا اگه از گوشیتون که توی شارژ مداوم میخواید استفاده کنید، این کار باتری گوشی رو خراب میکنه. اما اگه یه تیکو فعال کنید، باتری گوشیتون دیرتر خراب میشه. اول گوشی رو داخل شارژ بزنید و وارد تنظیمات گوشی بشید و در قسمت جستجو گزینه گیم رو جستجو کنید و گیم بوستر رو انتخاب کنید و این گزینه پاس USB رو فعال کنید. اگه این ترفندا برات کاربردی بود، لایک کن، وسط قلب تو کامنت ها بذار و بگو گوشی چیه و چه مشکلی داره و برای یاد گرفتن ترفندهای بیشتر حتما همراه هم بمون. پس به پیج خلاق شو اضافه شو.